آقا درود به رفقای گل چنل بانانا کیلر. رفقا این دومین ویدیو بلند کانال هستش. ببخشید بابت اینکه ویدیو بلند خیلی کمه، فقط دو دونه یعنی یه دونه ویدیو بلند بودش که اونم پرکتیس بودش. بابا امروز اومدیم در مورد چنل ذره توضیح بدیم و چرا من نیستم. برو بریم. فقط قبل از شروع ویدیو لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. یه قلبم تو کامنت ها بذارید که من انرژی بگیرم. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، اومدیم با این ویدیویی که من مجبور نمودم بگیرم شدن، ولی حالا گفتم بگیرم صرفا برای احترام به مخاطب و ویورای من. رفقا آخرین ویدیو من یعنی این ویدیو ببینیم چیزایی که من از 2 سال فوجا بلانچر بازی کردن بلد شدم. بله، این ویدیو مال 2 روز پیش بودش که آخرین ویدیو من بودش. 13 تا لایک خوردش، 1000 تا بازدید خورد. بازم دمتون گرم. روز یکی قلب گذاشت، یکی اومد من راهنمایی کردش، دمش گرم. یکی اومد هیت داد دیگه. اصلا اینا واسه من مهم نیستن و البته کسی که قلب داشت واسه من مهمه، کسی که راهنمایی کرد واسه من مهمه. کسی که هیت داده شما دیگه هیت میده، از ما خوشش نمیاد. خیلی مهمه واسه من، حواسم نبود لحظه. عشق من این بابت حمایت ها. این ویدیو هم حمایت داشتش، دمش گرم، عشق منه. و ویدیو کوتاه واقعا من نمیدونستم، فکر نمیکنم انقدر بازدید بخوره. عشق منید بابت 13 تا فالوور. فکر نمیکردم همون اول کاری انقدر پیشرفت بکنم. من 3 هفته از کلا کانال رو زدم، نمیدونستم انقدر پیشرفت میتونم بکنم. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم که انقدر حمایت کردید. رفقا الان من نمیخوام واقعا ناشکری بکنم، فقط میخواستم بگم که خانواده ما که 13 تاه اونقدر زیاد نیستش که بخواد چیز بشه، اونقدر زیاد نیستش که کسی طرفدار اصلی من باشه. میگن یارو دمش گرم چقدر ویدیو خوب میذاره، فالوش کنیم. نمیاد ویدیو من هر روز ببینه که، میاد مثلا ویدیویی که از یوتیوبرهای دیگر میبینه. حتما که نمیگم بیاد ویدیو منو ببینه، نمیگم طرفدار اصلیش من باشم که. فقط فالو کن، فقط میاد فالو میکنه. کسی که طرفدار منه یعنی امکانش خیلی کمه که کسی فقط طرفدار من باشه و هر روز بیاد ویدیو منو ببینه. فقط ببخشید لازم است قطع شد. فقط برای کسی که نمیخواد مثلا یعنی طرفدارم ویدیو رو میبینه از این 13 تا میخوام توضیح بدم به اون. و آره دیگه رفقا، من اگه دقت کنی، اگه کسی طرفدارم باشه میدونه که من پوجا پلیرم. تو این ویدیو هم ببینین. Quente, essa tá quente, a parada mais pra frente, vem, não dá frente, segura mais tá. بله، من پوجا پلیرم و دمتون گرم بابت حمایت که 18 تا لایک داشتش. کامنتش هم ببینید که حالا یه آدم بودش که داشت همون کانال رو اینا صحبت کنه. اینا ولش کنید. من پوجا پلیرم و اینم بگم من 6 سال کلا ماینکرافت بازی کنم. 14 سالمه. 6 سال از زندگیمو وقت گذاشتم برای ماینکرافت. ماینکرافت واقعا یکی از محبوب ترین بازی منه بین تمام گیم‌ها. و آره دیگه ماینکرافت محبوب ترین بازی منه. خیلی دوستش دارم. از این 6 سال 4 سالش ماینکرافت بدراک بازی کردم، 2 سالش هم پوجا بلانچر بازی کردم، ماینکرافت جاوا. توی این 2 سال البته من بدراک هم بازی کردم، ولی خب حالا 2 سالش بیشتر پوجا بلانچر بازی کردم. توی این 2 سال واقعا من خیلی چیزا بلد شدم و خیلی چیزا رو یاد گرفتم، از جمله باکس کردن خودم، چیتر بریج یا جیتر بریج نمیدونم واقعا، اصلا اطلاعات ندارم. یه بریجی هست نکنه اینجا الان میبینم. چیزایی که من از 2 سال گاد بریج این نوع بریج رو بلد شدم، بریج مونواک رو بلد شدم، فست بریج رو بلد شدم دیگه. تلی بریج یه کوچولی حالا بگی نگی بلد شدم و دیگه این چیزا دیگه. و آره دیگه کومبو کردن حریف و هیت سلکت و بلاکیت و این چیزا هم بلد شدم. جامپ ریست همه اینا رو بلد شدم. و به خاطر و امروز میخوام بگم که من میخوام پوجا بلانچر رو برای همیشه که نه، برای یعنی کلا برای همیشه زیاد نمیخوام دیگه بازی کنم. چرا؟ میخوام پی سی بخرم. بله، رامین میخواد کامپیوتر بخره.
کامپیوترم حالا بگی نگی بد نیستش، یه موس گیمینگ داره که من اطلاع ندارم ازش. موس گیمینگ داره، یه دونه رم 16 گیگ داره و آره دیگه بگی نگی بدی نیست. از پسر پرسیدم گفت ماینکرافت میاره و فلان و بسار، ولی خودش خوبه دیگه، برای گیم خوب، برای ماینکرافت خوب. پسر خوش ماینکرافت پلیر بودش و میخواستم بگم که میخوام کامپیوتر بخرم و میخوام از پورا بلانچه خدافظی کنم، ولی حالا شاید بگی نگی برای مرور خاطرات و یادگاری این چیزا برم پورا پلی بدم و آره دیگه کلا. ولی زیاد دیگه بیشتر میرم چیز پلی میدم، کامپیوتر پلی میدم و دیگه میخوام برم به کامپیوتر عادت کنم. به خاطر همین من 2 هفته دیگه کامپیوتر میخرم. 2 هفته شاید کمتر شاید بیشتر، حد اکثرش 2 ماه. حد اکثرش 2 ماه. آخرین ویدیو من 2 روز پیش بود. من 3 هفته از کلا دارم فعالیت میکنم. خیلیاتون میگم مثلا هیچی نشدی، چرا مثلا میخوای بری و این چیزا. من خودم میگم زیاد به نتیجه چی خاصی نرسیدم مثل یوتیوبرهای دیگه، ولی خب من خودم نمیخوام بگم که مثلا من درآمدم رو گرفتم از یوتیوب و میخوام برم دیگه درآمد بستم اینا. نه، من به خاطر این میخوام برم که دیگه پورا بلانچو از گوشیم حذف کردم. بله مثلا دیگه نصبش هم بخوام بکنم، یعنی دیگه کلا زیاد اصلا با گوشی بازی نمیکنم، فقط من یوتیوب رو چک کنم دیگه، به محمد زنگ بزنم یه کوچولو صحبت کنیم این چیزا. و محمدم که اگه میشناسیم تو این برید این ویدیو رو ببینید، ویدیو پرکتیس اما به عنوان ویدیو مهمان خود محمد و آره دیگه. و میخواستم بگم جهت یعنی صرفا برای احترام به ویورام و مخاطبام که تاج سرم من بگم که من به خاطر این قضیه کامپیوتر نیستم، وگرنه من نوکر شما هستم. چرا اصلا نیم ویدیو بذارم، چرا اصلا نیم به خاطر شما ویدیو بذارم. و آره دیگه میخواستم بگم که از این 13 تا اگه نفر واقعا طرفدار منو، کسی که واقعا میاد ویدیو منو میبینه، عشق منه، تاج سرمه و به خاطر همین به اون احترام گذاشتم که یعنی صرفا برای احترام به اون شخص و شخص دیگه اگه باشن که من 2 هفته نیستم و میخوام من کامپیوتر بخرم. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم رو بودید و این ویدیو تماشا کردید. لایک و ساب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.